این 3 نفر میتونن با پولشون یک کشور رو بخرن. سلام و 100 درود به همه دوستای عزیزم. به برنامه ترین ها با خود نیرا خوش اومدین. امروز میریم سراغ ثروتمندترین افراد دنیا. نفر اول میرسه به ایلان ماسک 52 ساله از تگزاس با ثروت حدود 252 میلیارد دلار. این مرد عجیب و غریب که به نظر میرسه از آینده اومده با کلی ایده های عجیب و غریب و یه ثروت زیادی که انگار از آسمون بهش باریده، دنیای تکنولوژی رو به هم ریخته. از تسلا و ماشینای پرنده گرفته تا اسپیس ایکس و سفر به مریخ، همه دستپخت این نابغه عجیب و غریب هستن. میگن که از کودکی پر از کتابای کمیک و بازی‌های دیجیتالی بوده و کلاً توی دنیای خیالی به سر می‌برده. تو آفریقا به دنیا میاد، یه کودکی سختی و پشت سر میذاره، خودشو میرسونه به آمریکا و میشه کارآفرین بزرگ جهان. و حتی اومده کارمندای تسلا رو تشویق کرده برای بلیط‌های تخفیفدار سفر به مریخ. تازه میگن قراره کلی کنسرت‌های راک هم توی مریخ برگزار کنه. و همینطور تا سال 2028 احتمالاً میشه اولین تریلیونر دلار جهان. خیلی سخته. میشه اولین تریلیونر جهان. نفر دوم میرسه به جف بزوس 60 ساله آمریکایی که با ایده کتاب فروشی آنلاین میشه صاحب شرکت آمازون و الان میگن سرمایه‌اش حدوداً 209 میلیارد دلار هستش و انقدر پول داره که میتونه بره کره ماهو بخره، بکنه انبار بزرگ شرکت آمازون. و حتی ایده دومش بعد از ماه اینه که یه سفینه بخره، بره بگرده ببینه کدوم سیاره ها هستن که شعبه آمازون ندارن، مثل ایران که بره شعبه آمازون اونجا هم بزنه. قبل از اینکه جف بزوس بخواد آمازون رو بزنه، ایده یه کتاب فروشی آنلاین داشت. با همسرش مکنزی آشنا میشه از طریق یه مصاحبه کاری و بهش میگه مکنزی هم استقبال میکنه و آمازون میدونید که تو شروع فقط کتاب فروشی آنلاین بوده. یه زندگی عاشقانه فوق العاده خوبی رو داشتن، در کنار هم همینجوری پول بود که میریختن رو هم دیگه، ولی بعد 25 سال کارشون به جدایی میکشه. جف بزوس بعد از 25 سال خیانت میکنه به مکنزی و لو میره، مجبور 35 میلیارد دلار به مکنزی بده و مکنزی میشه سومین زن ثروتمند جهان. نفر سوم میرسه به برنا آرنوی 75 ساله فرانسوی صاحب شرکت لویی ویتون فرانسه با ثروت حدود 185 میلیارد دلار. مردی که انقدر پول داره خودش هم نمیدونه با پولش باید چیکار کنه. یه روز میگه من میرم کل جزایر مالدیو رو میخرم، یه روز دیگه نظرش برمیگرده میگه نه میخوام برم یه سیاره برای خودم بخرم. ممنون که تا به این لحظه همراهیم کردین. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا برنامه بعدی ترین ها با خود نیرا، خدا نگهدارتون.